با نام خدای یکتا سلام. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما دوستان. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشه. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان با راستی ویدیو رو به خاطر چی کردم؟ به خاطر که رفتم موضوع چک کردم پشتم. چند تا مجله بود به ما و دیگه ما بود. نکی یک مجله است بسیار مرا گفتی که پاکی شوقی کرد چون تمام چیزا چه تخفیف کرده است یا که ارزان کرده است. در ماه شریک رمضان 2022 مغازه سلام مارکت. چی گفتنیم؟ مقصد ما میریم نصیب باشه امروز خرید میکنیم برای افطاری میشوارم. همه چیز هست. شما در جریان میمونیم و شما بیننده ما باشید تا آخر برنامه ما باشید و دوستان هر چیزی که نگفته نماند به کانال ما سر بزنید، کانال ما در یوتیوب پیگیری کنید با نام حکیم پرو و سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شید و به دوستانتون بفرستید و با ما باشید دوستان. نوارها و تصویرهای ما ادامه دارم. شما را دیگه فعلا با خدا میسپارم. با ما باشید. سلام دوباره دوستان. این ما چندان گفتیم میریم امروز مغازه گوشت ببینیم چه چیزا داره، چه چیزا رو ارزان کرده است در ماه شریف رمضان. هوا بسیار هوای عجیبه، هوا بسیار هوای هم ابری و سلقینی و همه برای آدم روزه‌دار بهترین هوا، نه گشنه میشه نه تشنه میشه، بهترینه بهترین. میگم گفتی که پا کوچه کی ما را به سمت مغازه میبره. با ما باشه دوستان. چیزهای جالب و دیدنی را شما از طریق کانال ما میتونید ببینید. ساوس شد میتونید بگذاریم. دیگه برادرها و خواهران عزیز گفتنی هستم که ماه مبارک و خداوند هم تا ماه پرفیض و پربرکت باشه و همیشه دسترخوان تو پر از نوش و نعمت. دیگه ما را همراهی کنید و میریم داخل ببینیم در داخل چه چیزا هست. ما میریم طرف مترو. از طریق مترو باید بریم چون مترو راهی هم به خطر هم تیزتر میبرد چون در شهر پروبکا بسیاره. هم خودی میریم در طرف مترو. دوستان ما آمدیم مغازه های حلال. اینو ببینید در ماه شریف رمضان همه چیز ارزان شده. مثلا مکرونه یا روغن یا برنج یا همه چیز کلباسه های اینجا اینکه همش حلال. نگه اینجا سیر یا پنیر یا او طرف نون یا این طرف چای یا همه چیز ارزان شده. این کلباسه را بینید. اینی را میگن و مردم کار کردن و خدمت مردم. این طرف هم نونبویش ہے و طرف گوشتی تر تازه. ماه رمضان ہے، ماه مبارک. خیر به نهایت اچراد ہے. حالی ما 40 آدم هم نام 14 آدم است. گفتی که پوچی که است. اینجا هم کلباسه و اینا گولینگوی خود مرابی. لاستی گفت که همه چیز ارزان شده در مغازه ها. دوستان اینجا مردم در اچراد گوشتن. گوشت امروز خیلی ارزان شد نسبت به دیگه مغازه ها و بازار. اینجا مخصوصی گوشت چند نموده، گاو، گوسفند، بز، خرگوش، مرغ، فیل مرغ، چی میگیم هندوک، دیگه کپچونی، همش هست. دیگه اینجا تمام چیزا هم هستن. اینجا کاکتل چی میگیم کاتلتاش هم هستن. اینجا سالسا خلاص دیگه که همه چیز هست. اینجا الیف زیتون، دونه زیتون، روغن زیتون و تربوز هم هست. خلاص دیگه همه را ارزون کرده از مردک. با چرت باور که دیونش این ساعتی
انا 10 اومده مالی ساعت 12 های حالی نوبت اونا رسیده است. نه 20 19 هم آدم جواب داده است. خلاصی گفت که اینی را میگن مردم در ماه شریف رمضان کمک میکنن، تمام چیزا ارزون میکنن، ای کلباسه تو دیگه و تو مثلا روغن و او طرف که است جای نون باییش ای طرف که است جای میوه های تر تازه همونجا خلاده نکنی نکی میشه بدروی برای بینی اینجا بگیری آخر اینی خیلی جاها هست اینا بدروی نبردینیم یه برادره بردینیم هم مرا ارزان کرده مردکه خدا برکت شو بتا خدا چی شو بتا بیا این طرف خرجون اینجا بیا حدی دخل چم اومدم با هم دیگه دمدمم گشته است این طرف میریم طرفی اینجا خمیرا هن خمیرای حلال اونجا نونای حلال گفتی که پا نونای حلال نونای خونگی اینجا جای گوش فروشی اینا مرغه یا فیل مرغه یا خلاص گفت که نسبت به دیگه جو ارزان کرده است مثلا 3 کیلو هندو 10 یورو های 3 کیلو آنها 3 کیلو مثلا مرغ نه سومای کلاپوچای کلاپوچای کلا اینا گوسپان پوچای گو دلی گو زهون زبانی گو چی میگیم با دومی گو خیلی گوشت هم هر نمود گوشتاش هم هست امروز ما برنامه ما فقط به خاطر چی رمضانیه و چیایی که ارزان شدن در ماه رمضان گفتیم ما نوار بگیریم برادرها را پایین در دیگه جاها مثلا با 10 سم اینجا 7 سم کده است 795 رسیده این طرف تخمه این طرف پریپراوه ها اینا دونگی ها هسته پیسته و بادوم و میوه های خشک گفتی که پا مویزی خشک دیگه خلاصی که همه چیز پیدا میشه خدا برکت شو بده خیلی ارزان کردن دیگه برادرها اینا میتونید یاد بگیرید میتونید در تویسان خودمون در تویسان عزیزم در خیلی در ماه مبارک اقلا به مردم کمک کنین ارزان کنید مردم همون چیزی میخواسته که خودشون گرفته و خریده بتونن با ما باشید بازم برنامه‌های ما دوام داره دوستان اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره یکی از مغازه‌های حلال شهر. فکر ملاحظه درخواست پیشنهاد زیر ویدیو با ما کامنت بسازید. به کانال ما ابونه شوید و کانال ما را سابسکرایب کنید و به دوستانتان بفرستید و دکمه زنگوله دومی رو برای همیشگی فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های ما باشید. شما را دیگه وقتتون نمیگیرم، به خدای پاک میسپارم تا برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار. رمضان مبارک.